سلام. تور اروپایی اتوبوس مجانی رضا پهلوی که با تبلیغات نجومی رسانه‌های فارسی زبان وابسته پشتیبانی میشد، بالاخره تموم شد. در این سفر خیلی چیزها روشن شد، ولی اون چیزی که ما در این برنامه می‌خوایم روش متمرکز بشیم، وقایعی است که در حواشی این سفر به وجود اومد که برای ما مردم ایران واقعاً مورد نگرانی جدیه. ما چند نمونه رو در این برنامه با هم واکاوی می‌کنیم تا ببینیم که داستان چیه و چه اتفاقی داره میفته. ایستگاه اول این اتوبوس در مونیخ بود. اونجا 3 روز کنفرانس برگزار میشه و در روز سوم ما با صحنه‌ای مواجه میشیم که در بیرون سالن کنفرانس عده‌ای شاهپرست تجمعی شکل دادن و عکس‌های پرویز ثابتی سردشخیم ساواک رو بالا میبرن. 10 روز قبلش خود پرویز ثابتی در تظاهرات شاهپرستا تو آمریکا دیده شده بود که خیلی واکنش‌ها رو برانگیخته بود، ولی حالا عکسش در مونیخ در کنار عکس رضا پهلوی. خب این برای من ایرانی سیگنال خطرناکی میده. چرا؟ چون نشون میده که نه اون حضور ثابتی در اون تظاهرات اتفاقی بوده، نه اون انتشار عکسش اتفاقی بوده، بلکه برعکس نشون میده این خط مشخصیه که میخوان ادامه بدن. الان که حتما شنیدین تیشرت هایی با آرم ساواک رو توی آمازون به فروش گذاشتند. یعنی خطشون عادی کردن جنایت و زمینه سازی برای تکرار دیکتاتوری است. اینکه ساواک و ثابتی سمبل جنایت و شکنجه و قتل و کشتار هستند الان دیگه جای تردید نیست، به گواهی شاهدان بیشماری که از اون زمان هنوز زنده هستند. چون فقط که پرویز ثابتی زنده نمونده، اونهایی که توسط اون و ساواک تحت امر شکنجه شدن هم زنده هستند و جنایاتی رو تعریف میکنن که خیلی هاش در تلویزیون قابل گفتن نیست. تو گزارش عفو بین‌الملل در سال 1976 که به جنایات و شکنجه های ساواک با جزئیات اشاره کرده، از پرویز ثابتی به عنوان معاون رئیس ساواک اسم میبره. بعد رسانه های اون زمان هنوز سنداش هست. ببین این روزنامه های همون دوران شاهه، 7 آبان 57 که نوشته تعدادی از مقامات ساواک برکنار شدند. یکی از مهمترین چهره های برکنار شده پرویز ثابتی است. پس ببین منفوریت ساواک و شخص پرویز ثابتی در همون زمان شاه اونقدر زیاد بود که وقتی شاه دیکتاتور میخواست بگه صدای انقلاب مردم رو شنیدم، این مهره خودش رو قربانی کرد تا خودش رو در ببره. اول ثابتی رو برکنار کرد و بعد حکم ممنوع الخروج بودنش صادر شد. کی 13 آبان 57. البته چون ثابتی از این قضیه بو برده بود، قبل از اینکه برن سراغش از کشور فرار کرد و نصیری رو جا گذاشت. ولی بهتر از هر کسی خود ثابتی میدونه که چه جنایاتی کرده، چون 40 سال آفتابی نمیشد تا مثل آیشمن نرن سراغش و محاکمش کنند. خب عکس آیشمن دیکتاتوری شاه در تجمع طرفداران رضا پهلوی بلند میشه، ولی ما نمیبینیم که خود رضا پهلوی چنین چیزی رو محکوم کنه یا ازش فاصله بگیره، بلکه برعکس میبینیم که یکی از تبلیغاتچی‌های رضا پهلوی، یعنی کاملیا انتخابی فرد، رو میفرستن BBC تا این صحنه رو ماله‌کشی کنه و حتی شکنجه رو هم توجیه کنه. در مورد تصویر آقای ثابتی هم که در رسانه‌های اجتماعی پخش شد بعد از گرد همایی لس آنجلس، اونم به نظر من بی ضرر بود، به این خاطر که ایشون هم یه شهروندی هست مقیم یک کشوری و در یک تجمعی که علاقه‌مندی و دلبستگی بهش داشته به عنوان یه شهروند عادی شرکت کرده بوده.
این که بزرگنمایی و دوباره مطرح کردن ساواک، این به گمان من کار همون افرادی هست که داخل جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد حاشیه هستن. اما میتونم بگم که حضور آقای ثابتی به دعوت هیچ کدوم از گروه‌های سیاسی نبوده. همونطور گفتم به عنوان یک شهروند اومده بودن. ایشون هم نرفتن که پشت میکروفون بخوان سخنرانی بکنن که الان بخوایم شاهزاده پهلوی یا شهبانو فرح پاسخگو باشن. و هنوز هم من به عنوان یک شهروند ایرانی بر این باور هستم که امنیت ملی خیلی مهم هست برای هر کشوری و افرادی که ملیگرا هستند بدون اینکه وابستگی داشته باشن با اون سیستم پادشاهی، حکومتی یا جمهوری، باید منافع ملی رو در نظر بگیرن. برای مثال من داشتم با خودم چند روز پیش فکر می‌کردم در ایالات متحده آمریکا در مهد دموکراسی بعد از اینکه 11 سپتامبر اتفاق افتاد و تروریستا برج‌های مرکز تجارت جهانی مورد حمله قرار دادن، دیدیم که بسیاری از شهروندان خارجی که در افغانستان به جرم تروریست دستگیر شده بودن گوانتانامو اومدن. همه خاطرمون هست که یکی از شیوه‌های شکنجه به اسم واتربوردینگ یا همون غرق کردن مصنوعی چقدر جنجال به پا کرد. اما امنیت ملی پاش وسط بود. 3000 نفر کشته شده بودن در آمریکا. امروز نمیشه برگردیم به اون سیستم امنیت ملی آمریکا بگیم که چرا اینا رو مورد شکنجه قرار دادی. پاسخشون این هست که میخواستن اعترافاتی رو بگیرن که به امنیت ملی و شهروندان آمریکا کمک بکنن. این کاری بود که فکر می‌کنین ساواک انجام میداد. من خیلی کوچیک بودم متاسفانه اون زمان خاطرم نیست و اسناد هم به درستی بررسی نشده و نمیدونیم آیا این افرادی که تروریست بودن و به امنیت ملی ایران میخواستن لطمه وارد بکنن واقعا مورد چه شکنجه‌ای قرار گرفته بودن. در مورد سوابق کاملیا انتخابی فرد همین کافیه بگیم که قاسم چکش مثبته، یعنی تو سابقهش دفاع از پاسدار سلیمانی رو داره. توی مقالاتش هم از سلیمانی دفاع کرده. با احمدی نژاد چرخیده و روابط نزدیکی با اون داشته و داره. امروز هم برای سلطنت و رضا پهلوی توی رسانه‌ای که بهش دادن تبلیغات مشمئز کننده‌ای میکنه. خب یه همچین فردی میاد از حضور و عکس پرویز ثابتی دفاع میکنه و جنایاتش رو مالکشی میکنه. ولی همونطور که گفتم خود رضا پهلوی نه تنها از این فضاحت فاصله نگرفت، بلکه معلوم شد که ایشون خودش با پرویز ثابتی رابطه داره. چند سال پیش که ازش یک بار در همین رابطه سوال کردن اینطور جواب داد. خارج شدید هیچ ارتباطی با پرویز ثابتی داشتید یا نه؟ من یک بار توی جلسه ایشون رو دیده بودم در یه محفلی و یکی بار دوبارم یک گزارشاتی بود که یعنی اطلاعاتی بود که زمان جنگ در خصوص اون اوایل از طریق ایشون مراجعه شده بود که به من اطلاع داده شد. فعلا ایشون جزو کادر من نیستن. همونطور که میبینید نه تنها رابطه داشتن با پرویز ثابتی رو رد نمیکنه، بلکه یه جوری گردش میکنه و میگه چند بارم همدیگه رو این منور دیدیم. حالا چرا رابطش با پرویز ثابتی رو نمیتونه انکار کنه؟ چون برخی از نزدیکانش این موضوع رو به رسانه‌ها درز دادند، مثل آقای انصاری که سالیان از مشاوران نزدیک رضا پهلوی بوده. بعد من دیگه از ایشون خبری نداشتیم تا همین که مسئله پول CIA پیش آمد، همین که مسئله‌ای که براتون شرح. در همون موقع به من گفته شد که از این $150,000 باید $50,000 رو یعنی CIA شرط کرده بود که آقای پهلوی باید به آقای پرویز ثابتی بده در ماه. و آقای پرویز ثابتی هم تا اونجایی که من شنیدم این پول رو بین اعضای ساواک که ایشون قبلی ساواک یا افراد دیگری که فکر می‌کرد در ایران صاحب نفوذ و رفت آمد هستن پخش کرده بود که بتونن اطلاعاتی از ایران، یعنی این پولی که میدادن از اون نمیخواستن که بیلان پس بده که این پولو به کیا دادید، چقدر دادید؟ نمیدون. و این پول داده شده بود، یعنی CIA با آقای رضا پهلوی شرط کرده بود که $50,000 از این پول در ماه باید به آقای ثابتی داده بشه و آقای ثابتی هم این پول رو برای گرفتن اطلاعات از ایران برای کارهای سیاسی آقای پهلوی و حتما اطلاعاتش هم به CIA داده میشد، یعنی من فرض میگیرم دیگه، خرج میکرد. و ایشون میامد به زمانی که آقای رضا پهلوی در کنتیکت بود، ایشون میامد و آقای رضا پهلوی رو میدید، ولی من دیگه جلو نمیرفتم چون من به کار سیاسی آقای پهلوی کاری نداشت.
پس اینکه رضا پهلوی روابطی با پرویز ثابتی داشته موضوع پنهانی نیست و قبلا هم بهش اشاره شده. اخیراً هم نمونه‌های دیگری رو شد، مثلا آقای مشیری که یک مورخ هست و در این رابطه نکات جالبی میگه. متاسفم که بگم خدمت هموطنان، وزیر فرهنگ سابق، میشناسینش چون از من خواست که با اسم من نیاریم، گفت فلانی میخوام به شما یه چیزی بگم. گفتم که بفرمایید. به شرطی که نام من نبرید. گفتم بفرمایید. 3 بار من رفتم دیدن شازده رضا پهلوی، ثابتی اونجا بود. من یکی متحیرن متعجبا گوش کردم به حرف. یعنی آیشمنی که زنده بدون محاکمه، میدانید که اون بچه‌های ما ایران رو از زندان چیز کردن، دستا اینا رو بستن، شبانه بردن در این تپه‌های شمال تهران. مشهور است که ثابتی گفته بود هممون با هم شلیک میکنیم و اینا رو کشتن. این یکی از کارهای ثابتی بوده. اینقدر جنایت که این مرد کرده کسی نکرده. این آقای به نظر من، این شاهزاده رضا بایستی بیاد و تکلیف خودش رو با این آدم روشن کنه. پس یکی از ماجراهای حواشی این سفر اروپایی استفاده از پرچم ساواک و عکس ثابتی در تجمعات شاهپرستای طرفدار رضا پهلوی بود که خودش هم تا به حال هیچ موضعی در این رابطه نگرفته. یک ایستگاه دیگه این سفر مسافران اتوبوس مجانی شازده تظاهرات بروکسل بود. در تظاهرات بروکسل یک گام پیشروی کردند و شاهد حملات فیزیکی چماقداران سلطنت به ایرانیان آزاده‌ای بودیم که شعارهایی میدادند که مورد پسند اینها قرار نداشت. یک نمونهش حمله به آقای حسن حبیبی بود از هواداران مجاهدین در جریان تظاهرات بروکسل که منجر به بیهوشی وی شد و ایشون راهی بیمارستان شدند. فیلم صحنه موجوده. در تصویر اول مشاهده می‌کنیم که یک نفر تلاش می‌کنه پلاکاردی رو از دست آقای حبیبی بگیره که روش نوشته نه تاج و نه عمامه، آخوند کارش تمامه. در همین تصویر میشنویم که بعضی افراد داد میزنن که نزن. پس معلومه که اونجا افرادی دارن تلاش میکنن ایشون رو بزنن. حالا با چی معلوم نیست، با میل پرچم، چوب، چماق، چی مشخص نیست، ولی در فیلمی که از زاویه دیگه گرفته شده معلوم میشه که این فرد با این میل پرچم داشته آقای حبیبی رو میزده. در تصویر بعد مشاهده میکنیم که عینک ایشون رو هم دزدیدن که هموطنی که این فیلم رو گرفته و همونجا بوده این رو نوشته. آقا عینکمو کی برداشت؟ عینک منو کی برداشت؟ شکنجه هم میتونید بکنید، اونم خوبه شکنجه. در فیلم دیگری هم که از کمی دورتر گرفته شده میشه دید که چند شاهپرست با الگو برداری از پرویز ثابتی آقای حبیبی رو نشون میکنن و اون رو به زور از صحنه بیرون میکشند. این فرد که در بالا ایستاده و مثلا جزو انتظاماته کیه؟ این فرد اسمش یاور علی آرامیه و از طرفداران قدیمی پهلویه. در سال 2009 عکس داره با مهد اولیا و با شال سبزش خودش رو هم جزو فعالان جنبش سبز میدونسته.
توی این تجمعات اخیر هم با مسافرین اتوبوس مجانی عکس یاد گرفته و خودش هم در برابر یک سری سلطنت طلب‌های دیگه از این کارش دفاع میکنه. خانم مسیح امروز کنار شاهزاده ما وایستادند و اگر ایشون کنار شاهزاده وامیستند قطعاً ایشون قابل تایید شاهزاده هستند و پس منم این کارو به خودم اجازه میدم. حالا این فرد شاهپرست بعد از اینکه این ماجرا خیلی سر و صدا کرد و اسمش به عنوان چماقدار سلطنت همه جا مطرح شد که زده یک نفر رو توی تظاهرات بیمارستانی کرده، اومد برای دربردن خودش یک کلیپ پر کرد پر از اتهام و دروغ تا خودش رو سفید سازی کنه. شما در این روزها ویدیوهایی رو میبینید از من که دارم به یک شخص مسنی اشاره میکنم و با کمک پلیس اون شخص رو از تجمع میکشیم بیرون. ایشون آقای حسن حبیبی هستند، از فعالین قدیمی مجاهدین خلق. ایشون اون وسط شروع کردن به فحاشیگری و پرچم عزیز شیر و خورشید رو به پایین کشیدن و به یک ایران دخ رو هل دادند و به شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر مشغول شدند. این قطعاً باعث این میشد اگر ما همچین حرکتی رو نمی کردیم، قطعاً باعث این میشد که احساسات به منطق غلبه بکنه و اونجا یک درگیری به وجود بیاد که این درگیری باعث میشد چندین نفر زخمی بشند و اگر زخمی میشدند به هیچ عنوان پلیس امنیتی اروپا دیگه به ما اجازه همچین تجمع پرشکوهی رو نمیداد. خوشحالم که تونستم جلوگیری بکنم. یه بار دیگه فیلم اصلی رو ببینیم. همونطور که در این فیلم مشاهده میکنید اصلا هیچ پرچم این دور و بر نیست که کسی بخواد اون رو پایین بکشه. ضمن اینکه پرچم شیر و خورشید پرچم شورای ملی مقاومت هم هست و کسی با پرچم شیر و خورشید مشکلی نداره. در مورد هل دادن هم برعکس یه نفر دیگه داره آقای حبیبی رو هل میده که توی فیلم هم واضحه. پس موضوع اصلی شعار مرگ بر ستمگره که طرفداران پهلوی رو از ضامن خارج کرده و خود این یاور علی هم داره اعتراف میکنه که این جماعت در برابر این شعار احساساتشون بر منطقشون غلبه میکنه و دیگه کاری ندارن که اینجا اروپاست، جلوی اتحادیه اروپاست و یک چیزی به اسم آزادی بیان اینجا وجود داره. خودش هم میگه بعدش دیگه قابل کنترل نیست و این چماقدارای بی منطق خون و خونریزی راه خواهند انداخت. پس ببین تا همینجا اعتراف کردی که شما یه شعار نه به تاج و نه به عمامه رو نمیتونی تحمل کنی. داره شعار علیه مفهوم ستمگری میده، علیه مفهوم دیکتاتوری میده، داره علیه سمبول‌های دیکتاتوری که توی ایران تجربه کردیم شعار میده، ولی پاسخ این شعار رو با خشونت میدی. اونم کجا؟ تظاهرات که مال یک گروه خاص نبوده. فراخوانش گفته هر کسی که خواهان قرار دادن سپاه تو لیست تروریستی بیاد، اونم اومده. ولی توی صحنه وقتی با شعاری که باب تبعیض نیست مواجه میشی، کارت به بیهوش کردن نفر میرسه. پس تا اینجا کی قوانین دموکراسی رو بلد نیست؟ کی نمیتونه عقاید مخالف خودش رو تحمل کنه؟ مردم ببینید که سلطنت طلبان که دارن تو قلب اروپا بذر دیکتاتوری میکارند. حالا ادامه تصویر رو ببینید. و میگه گرد کنید دورش رو، یعنی محاصرش کنید و بیارینش بیرون. در حالی که بعضی از هموطنان اعتراض میکنن که برای چی این رو میبرید؟ اونا زدنش. برای کسانی که برای اتحاد ما نقشه کشیدن. بذارید ازتون یه سوال بپرسم. عینکمو برداشتم. این چرا تمومش کنه؟ اینا میزنن. اینا میزنن. آقا اینا میزنن. تقصیرشون که نیست. اینا اگه میکشه پای ما هم میکشیم پایین.
آقا اینا کتک زدن منو، تو سرم زدن. آقا ببین بزنم ببین توش کمم بگو آروم بشه میارم اینشمو بده اونو بر نداریم ببین مشت تاجگر اینو که میزنه مشت تاجگر دیدم چشمای شکنجه رو میشتاسم چشمای شکنجه رو میشتاسم بله ببینید که همین یاور علی آقای حبیبی رو نشون میده و میگه بیارینش و بعد وقتی داره به زور اون رو بیرون میکشه پاهاش رو بلند میکنن و یک دفعه سرش میره پایین و این یاور علی هم خم میشه روش. حالا اینکه اونجا سر ایشون به جایی خورده یا نه معلوم نیست، چون توی گواهی پزشکی بیمارستان علت بیهوشی رو نوشته شوک مغزی و ضربه به استخوان پایینی جمجمه. از حالت یاور علی قشنگ معلومه که خودش هم متوجه شده که خراب کرده، چون چند بار که صدا میکنه میبینه که دیگه آقای حبیبی اینجا بیهوش شده و نمیتونه بلند شه. یاور علی که میبینه اوضاع خیلی خراب شده علامت میده که یک نفر امدادگر بیاد و میبینیم که امدادگر سریع خودش رو میرسونه و یاور علی که میدونه چه افتضاحی به بار آورده اولین نفری که از صحنه خارج میشه. همونطور که میبینید در حالی که آقای حبیبی بیهوش اونجا افتاده ولی یاور علی که این صحنه رو ایجاد کرده داره آروم از اون گوشه جیم میشه و در میره و بعد یک سری دیگه از هموطنان آقای حبیبی رو بلند میکنن و میبرن به آمبولانس. پس این یه نمونه از اقدامات شاه پرستا در تظاهرات خارج از کشور، یعنی اینم دموکراسی با سس فاشیسم سلطنتی. حالا اینو داشته باشید یه نمونه دیگر رو هم بررسی کنیم. در همین تظاهرات بروکسل تو همین افرادی که به اصطلاح انتظامات تظاهرات بودن یک کم میریم اون طرفتر ببینیم چی پیدا میشه. بله، مزدور شناخته شده وزارت اطلاعات غفور فتاحیان در لباس انتظامات. و بعد نکته جالب این که در همین عکس مأمور اطلاعات غفور فتاحیان رو دست در دست یکی از همون کسانی میبینیم که در صحنه حمله به آقای حسن حبیبی تلاش میکرد به شکل وحشیانه‌ای پلاکارد نتاج و نعمامه رو از دست آقای حبیبی به زور بیرون بکشه. این زنان حقیرند. بله، همین آقا با همین بازوبند اینجا دست در دست مأمور اطلاعات غفور فتاحیان، کسی که بارها از طرف مقاومت ایران افشا شده و روابطش با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی محرزه، ولی میبینیم که اینجا در صف حفاظت از شخصیت‌ها جلوی صف داره حرکت میکنه. یعنی رژیم تا اینجا تو اینا نفوذ کرده. همونطور که قبلا در سایت‌های مقاومت افشا شده، غفور فتاحیان در سال 88 در اشرف خودش رو به نیروهای عراقی تحت امر رژیم تسلیم کرد و خیلی زود به خدمت سفارت رژیم در بغداد در اومد. از اونجا در آبان 88 توسط سفارت رژیم به فرانسه اعزام شد تا در شوهای سفارشی رژیم علیه مجاهدین شرکت کنه. شوهایی که فقط در تلویزیون رژیم انعکاس پیدا می‌کرد. منافقین را از خاک فرانسه اخراج کنید. این شعار جدا شدگان از گروهک تروریستی منافقین در میدان شتله پاریس بود. تظاهر کنندگان با انعکاس عکس‌های از
عمل تروریستی منافقین حمایت دولت فرانسه را از تروریسم محکوم کردند. این فرد در بسیاری از برنامه‌های مزدوران رژیم علیه مجاهدین حضور فعال داشته. در نامه‌نگاری‌ها به دولت مالکی برای تقدیر از حمله به مجاهدین، یا نامه‌نگاری به دولت آلبانی برای دفاع از مزدوران رژیم در آلبانی، و چنین فردی امروز در انتظامات این تظاهرات دیده میشه، هم در پاریس و هم در بلژیک. در جای دیگه در کنار سعید امینی دیده میشه که اون هم از عوامل لو رفته سفارت رژیم در پاریسه. سعید امینی کسیه که ارتباطات مشکوکی با سفارت رژیم داشته و سالها با یک شرکت پوششی و زیر نظارت رژیم نفر به ایران می برده که طبق افشاگری هایی که علیه اون شده از این طریق امکان مناسبی رو برای تردد مأموران اطلاعات و پرستوهای رژیم فراهم کرده. در تظاهرات‌های اخیر هموطنانمون در پاریس هم مأموریتش جمع‌آوری اطلاعات از پناهندگان و مخالفان رژیم و تخریب چهره مجاهدین بوده. اون کسیه که در یکی از تظاهرات‌های پاریس تلاش کرد هدف تظاهرات رو به جای اینکه علیه رژیم باشه به سمت مجاهدین ببره که این موضوع هم توسط هموطنانمون افشا شده. یعنی خیلی بی‌قافیه نیست که غفور فتاحیان در کنار سعید امینی دیده میشه. از دیگر اقدامات شاهپرستا در این تظاهرات‌های حواشی تور اروپایی اتوبوس مجانی رضا پهلوی ربودن و مصادره کردن تظاهرات‌ها بود که این هم در شبکه اجتماعی بازتاب زیادی داشت، طوری که حتی به اعضای این به اصطلاح ائتلاف 8 نفره خودشون هم رحم نکردند. در این تور اروپایی معلوم شد که اون به اصطلاح ائتلافی که تو جورج تاون اعلام شد در عمل مصادره شد به سیرک جاوید شاه و کینگ رضا پهلوی. فاشیست های سلطنت طلب با این رفتار قلدرمآبانه‌شون تلاش کردند تظاهرات هایی که تا به حال همه مردم فقط برای حمایت از قیام مردم توش شرکت می‌کردند رو به اسم خودشون بزنند که این رفتارشون هم خیلی از هموطنانمون رو از شرکت در این تظاهرات ها دلسرد کرد. اصلا تصورم این نبود که بخوان یه گروهی کلن همه چی رو دست خودشون بگیرن. من نمیدونم شماها به قول بعضیا سایبری هستین توی مراسم شرکت کردین. یه عده به من میگفتن الان یه تیکه هایشو براتون میذارم درگیریایی که ایجاد شده بود. آقا چونه در میاد بگو جاوید چاکا همین الان بگو همین الان بگو. یه عده گفتن نه اینا سایبری هستن. خب این آقایی که اون بالای استیج هست اعلام میکنه که دوستان مطالبی که دارن میگن همش بر حول یک محور میچرخه. ما طرفداران سامانه پادشاهی، طرفداران شاهزاده رضا پهلوی، شاه آینده ایران، شاه آینده نه، شاه همین الان ایران. کی به شما اجازه داده که از قول من یک نفر صحبت کنی؟ من هیچ تفاوتی بین حکومت دیکتاتوری آخوندی و رفتاری که شما دارین انجام میدین نمیبینم. این رفتارا جز این که اتحاد و همدلی که ما تا حالا داشتیم از بین ببره هیچ سود دیگه به نظر من نداره. ایران شده آماده فرمان بده شاهزاده. ایران شده آماده. میگفت همه شماها به عشق آقای پهلوی اومدین. نه، شما نمیتونی از طرف همه ماها حرف بزنین. خیلی از ماها اونجا بودیم که اصلا جرئت نمیکردیم حرف بزنیم. ما همه خون ندادیم که بخواد آخرش دوباره به همون راهی که قبلا بوده تبدیل بشه، از این دیکتاتوری به اون دیکتاتوری. اگه شما فکر میکنین یه اسمش دیکتاتوری نیست، اون چیزی که من امروز تو این همایش دیدم، تو این گرد همای ایرانیان دیدم، چیزی جز دیکتاتوری و کنترل عقاید بقیه نبود. و شما نمیتونی اینجا توی کشور آزاد زندگی کنی ولی بری اون بالا بگی همه مردم میخوان که
شاه به ما بگه که چیکار کنیم چیکار نکنیم. دوران دیکتاتوری قرار به پایان برسه. انقدر اعصابم خورده نمیدونم چی بگم. نمونه های مشابه این سخنان رو برخی دیگه از کاربران هم در توییتر منعکس کردند. مثل اینجا که یک کاربر خطاب به رضا پهلوی نوشته: اوایل تصاویر هیچ فرد سیاسی زنده‌ای جز جانباختگان این انقلاب نبود، اما سردادن شعارهای جاوید شاه و گرفتن عکس شما که در اوایل اعتراضات ابداً دیده نمیشد به طرز غیرعادی بالا رفته و به دنبال آن برخوردهای فیزیکی پرریسکی ایجاد شده که برای یه رهگذر خارجی یا روزنامه نگاران ابداً قابل تحمل نیست. قشر خاکستری که همیشه از جان و دل در این اعتراضات شرکت میکرد به همین دلیل خود را از تظاهرات‌های جدید دور می‌کند. افراد زیادی را می‌شناسم که این اواخر دیگر میلی به حضور ندارند، چون فکر می‌کنند حضورشان به نام یک نفر و با عکس یک نفر مصادره می‌شود. یا اینجا یک کاربر دیگه نوشته: اکثریت مردم نمیخوان کنار پوسترهای انتخاباتی پهلوی باشن. خود من تا وقتی این شو تبلیغاتی تموم نشه در هیچ تجمعی با مدیریت سلطنت طلبها شرکت نمی‌کنم. حضور من در هر تجمعی فقط برای آزادی ایرانه، نه حمایت از فرزند شاه سابق. یا در همین تظاهرات بروکسل برخی از شاهدان صحنه ضرب و شتم آقای حسن حبیبی نحوه مصادره تظاهرات توسط سلطنت طلبها رو اینطور شرح دادند: اعضای سکیوریتی از همه احزاب و گروه ها بودند، ولی این قسمت رو فکر کنم به طرفداران سلطنت سپرده بودند. تو پخش زنده که دقت کرده بودم ظاهرا صفای اولیه رو سپردن دست این افراد. اونایی هم که جلوی دوربین بودن همه عکس رضا پهلوی رو داشتن. اون دسته که عکس‌ها رو در دست داشت در طول مسیر حضور نداشت. وقتی ما اونجا رسیدیم اونا از قبل اونجا بودن. آفرین، دقیقاً. وقتی دیدم یه صحنه قبل شروع مراسم دوربین رفت سمت اونا تعجب کردم که چرا قبل اینکه مسیح و بقیه بیان اینا جلوی سن وایسادن. اینها نمونه ای از نتیجه عملکرد جماعت شاهپرست دوروبر رضا پهلویه که اینجوری داره بذر تفرقه رو به سود رژیم در میان نیروهای مخالف رژیم میپراکنه. آخرین پرده این تور اروپایی در پارلمان اروپا رقم خورد که اونجا دیگه طرفداران سلطنت بزرگترین فاجعه خودزنی رو ایجاد کردند. Ladies and gentlemen, do you hear me well? No. All right. I turned on 2 mics, so. It's functioning. They can use it. Okay. این جماعت که ظاهراً اولین بارشون بود که پاشون به پارلمان اروپا رسیده بود، اصلا حالیشون نبود که اینجا سالن کنفرانس پارلمان اروپا است. اینجا محل گفتگو بین افراد متمدن و تعامل بین افکاره و به اصطلاح قراره که نمایندگان پارلمان با افکار مختلف آشنا بشن و از طرف دیگه هم نمایندگان پارلمان اروپا به این جلسه محل نذاشتند و کلاً از بالای 700 نماینده پارلمان اروپا فقط 3 نفر شرکت کردند که 2 نفرشون میزبان جلسه بودند. در نتیجه این جماعت تازه به دوران رسیده که انگار یه سالن خالی گیر آورده بودند شروع کردند به تکتیر گفتن جاوید شاه و کینگ رضا پهلوی. همونطوری که ملاحظه میکنید اینجا یکی از سالن‌های کنفرانس پارلمان اروپا است، ولی اثری از نمایندگان پارلمان اروپا دیده نمیشه و به جاش نفرات خودشون اومدن دارن اینجا شعار میدن. بعد یکیشون ظاهرا طبق برنامه میره جلو کنار رضا پهلوی وای میسته با حرکت هایل هیتلر شعار جاوید شاه میده که از تصویر هم پیداست که رضا پهلوی قند تو دلش آب میشه. این فرد که خودش از انجام این کار خیلی به وجد اومده و از طرف حضار در صحنه هم تشویق میشه
همین حرکت خودش رو با این جمله توییت میکنه: در حضور شاهزاده رضا پهلوی در پارلمان اروپا آنچه در دل داشتم را فریاد زدم. حالا این آقا کیه؟ مسعود باباپور در انتخابات سال 1396 از طرفداران پرشور روحانی بوده و با همین شیوه تا پای جان از روحانی حمایت میکرده. تا آخر پای حمایتمون از روحانی هستیم. توهین به رئیس جمهور توهین به اکثریت مردم است. روحانی تنها نیست. بی قید و شرط با تمام توان اما مطالبه محور از رئیس جمهور مدرن آقای روحانی حمایت خواهیم کرد. حالا یه همچین آدمی شده آجیتاتور رضا پهلوی که این صحنه رو رقم زد و با افتخارم توییتش کرد. شما بری زیر این توییت دیگه بد و بیراهی نیست که مردم به این حرکت نگفته باشند. چقدر بیشعور و فرومایه! چرا در رابطه با اطلاعاتی که راجع به حمایتات از روباه بنفش و رئیس جمهور امنیتی رژیم بچه‌کش منتشر شده پاسخ نمیدی؟ این سبکمغز کلاً تو کار فریاد زدن هستش. براشم فرقی نمیکنه که برای رضا پهلوی شیاد فریاد بزنه یا برای آخوند روحانی. خاک بر سر خرت کنن. آبرومونو تو پارلمان اروپا بردی. امیدوارم آدم درست حسابی از پارلمان نیومده باشن برای اون جلسه. هیچ کس نبود، خیالت راحت. فقط پروپاگاندا رو پهلویچیا بلدن. بابا اینجا پارلمان اروپا است، مگه سر کوچه است؟ یه ذره کلاس هم خوب چیزیه که البته از شعبون بی مخاب به دور. اطلاعاتی دیروز یا یاور عربده‌کش پهلوی امروز. چطور پارلمان اروپا را به چاله میدون تبدیل کنیم به روایت تصویر؟ طرفدار رضا پهلوی نیستم و نخواهم بود، اما اگه طرفدارش هم بودم با دیدن شما دهنگشادهای بیمخ در اطرافش قطعا مخالفش میشدم. حال پهلوی، فقط اون آخرش که آرپی دست زد رضایت ارباب نسبت به شما نوکر و چاپلوسش رو نشون داد. برو خوشحال باش که این ماه درست حسابی حقوق میگیری. فالانژ نازیست بودن ربطی به زبان و مرز و محدوده نداره. در رکاب روحانی بنفش یا پهلوی فیروزه عمل یکیه. خب این فاجعه‌ای بود که در انتهای تور اروپایی رضا پهلوی رقم خورد. هرچند که رسانه‌های وابسته که قدم به قدم این جریان رو دنبال می‌کردند تا همه چیز رو طوری آب و تاب بدن که انگار یک اتفاق جدیدی در صحنه اپوزیسیون مخالف رژیم داره رقم می‌خوره، ولی بی‌اعتنایی کامل نمایندگان و احزاب اروپایی در پارلمان اروپا به این شوی جاوید شاه نشون داد که حتی با ضرب و زور رسانه‌ای هم نمیشه یه شبه از هیچی یه آلترناتیو سرهم کرد. به طور خاص در پارلمان اروپا این قضیه یه مقدار فرق میکنه، چون نمایندگان پارلمان اروپا از اپوزیسیون ایران و برگزاری جلساتی در حمایت از خواسته های مردم ایران خاطرات دیگری هم دارند. در این رابطه چند تا تصویر ببینیم که ازتون میخوام بدون تعصب و بدون پیش داوری فقط این تصاویر رو نگاه کنید تا ببینید که نمایندگان پارلمان اروپا چه خاطراتی از اپوزیسیون ایران در ذهن دارند.
خب این فقط بخش کوچکی از فعالیت‌های اپوزیسیون اصلی، منسجم و سازمان یافته این رژیم در سالیان گذشته است که الان تصاویر رو ازش دیدیم. پس اگر می‌بینید که امروز نمایندگان پارلمان اروپا روشون رو برمیگردونن از رضا پهلوی و یا بایکوتش میکنند، علتش اینه که اونها طرف مقابلشون رو همیشه ارزیابی میکنند. تشخیص میدن که کی دنبال فرصت طلبیه و کی میخواد بهشون کلک بزنه و هر روز و هر جا خودش رو به یک رنگی در میاره و کی داره صادقانه همون چیزی که هست رو ارائه میکنه. اونا میبینن که کی دور و بریاش قبلا طرفدار روحانی و احمدی نژاد بوده یا با اطلاعات رژیم بوده یا با ساواک بوده و چه کسی دور و بریاش 40 ساله که دارن هزینه میدن و خون میدن. در همین پارلمان اروپا بسیاری به یاد دارن روزهایی رو که مجاهدین در اشرف و لیبرتی زیر حملات عوامل قاسم سلیمانی داشتند شهید دادند، اعتصاب غذا میکردند، گروگانگیری داشتند و در همه قیامهای مردم ایران در سالهای 88 96 98 اولین کسانی بودند که خواسته های مردم و قیام رو روی میز می آوردند. تاریخ این 40 سال رو باید در تک تک روزهای همون سالها نوشت و نمیشه با یک تور مسافرتی و چند تا گزارش تبلیغاتی اون تاریخ 40 ساله رو با این شوی موسیقی جایگزین کرد. تاریخ نوشته شده رو نمیشه پاک کرد. با سانسور این تاریخ و تبلیغات نجومی شاید بشه چشمهای سطحی نگر رو برای مدتی پر کرد، ولی به محض اینکه هر کسی کمی تحقیق کنه و از سطح به عمق بره به این تاریخچه میرسه و متوجه میشه که اون تبلیغات گوش کر کن فقط کف روی آبه که به سادگی کنار میده. وقت بخیر و خدا نگهدار.